Production by Naj Music. این آهنگم تقدیم به تیم بزرگ فوتبال چوکای تالش معروف به قلعه عقاب‌ها با صدای ابرقدرت این سبک از صدای تالش حسین پیکاسو. جان از پسر قلعه عقابی من، حریف بدون عقاب ایرانی من. آهنگ خونم آهنگ جنگی برا به عشق چوکای تالشی درا. از سرزمین کادوس کم تیم دل ایران، چوکای تالش بوام کم تیم قهرمان، چوکای تالش بوام کم تیم قهرمان. حمله 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 توفان اومد، جنگی ترین تیم ایران اومد. حمله 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 چوکا اومد، تیمی از قلعه عقاب اومد. به مثل عقابا تیمون بالا سریمه، صدر جدولی را همیشه روانیمه. اصل و نسبی از دیار کادوسیمه، معروف به قلعه عقاب ایرانیمه، معروف به قلعه عقاب ایرانیمه. حمله 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 توفان اومد، جنگی ترین تیم ایران اومد. حمله 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 چوکا اومد، تیمی از قلعه عقاب اومد. دیگه بازیکن تیم چوکا در میانه های میدان رسولی دیگه حالا در اختیار داره سعید مرتضوی. فرصت هست برای تیم چوکای تالش. ببینید از فرصت چگونه استفاده کرد و گل برای چوکای تالش در موفقیت. افتخار من که از تالشی من، پسری از پسران قلعه عقابی من. در میدان نبرد یک تاز گیلانی من، پادشاه کاسپیان عقاب تالشانی من، پادشاه کاسپیان عقاب تالشانی من. حمله 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 توفان اومد، جنگی ترین تیم ایران اومد. حمله 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 چوکا اومد، تیمی از قلعه عقاب اومد. و با هنرمندی پنج طلا حسن جانبرا، تنظیم صدا رضا غلامی.